یک کلید چپگرد رازگرد است که سه حالت است. حالت رازگرد، خاموش و چپگرد. خب این در روش‌هایی که مثال ما دستی می‌خواهیم موتور چپگرد رازگرد کنیم استفاده می‌کنیم. قسمت سینکشش هم اگر مشاهده کنید ما از اینجا یک منبع داریم سه فازه. این هم آمادگی از هم با تیغ، این دو تیغ است، هم تیغ از اینجا و هم از اینجا تیغ داریم و سه تا همون فازی که اینجا ورودی است آمادگی است. اما از طرف مقابلی که موتور با موتور میراد ببینیم جای دو فاز عوض شده. زمانی ما کلید تغییر وضعیت می‌بینیم حالت یکم باشد مثال رازگرد میشد چون که هر سه فاز راست با این سه تا فاز موتور میراد. حالت چپگرد که باشد جای دو فاز عوض شده است، یعنی این سیم و این سیم این هم بینش هم بینید راست رفتگی است. طرفی اگر منبع را بینید هر دو سیم راست رفتگی است، یعنی این سیم هم از همون موتوری